وقتی پدر مادرها خودشون عامل موفقیت فرزندشون میدونن، اتفاقی که میفته اینه که این مسئله در آینده به شکست فرزندشون منجر میشه، چون موفقیت رو از فرزندشون گرفتن. بعضی وقتا والدین برای اینکه خودشون رو خوب نشون بدن از موفقیت فرزندشون استفاده میکنن و موفقیت رو به خودشون ربط میدن. حالا این برعکسش هم اتفاق میفته، یعنی شکست رو به خودشون ربط میدن. هر دوی اینها در واقع فرزندان رو در آموختن اشتباهاتشون باز می‌داره و مانع پیشرفت فرزندشون میشه. لطفاً در این مورد بیشتر دقت کنیم که فرزندمون در آینده دچار مشکلات بزرگتری نشه. در این مورد لطفاً بر من کامنت بذارید، پست رو شیر کنید، لایک کنید و با ما در ارتباط باشید. ممنونم.